نخستین رستوران ویژه زنان در فرا از سوی امیرا حزمی ایجاد گردیده است. امیرا حزمی مدیر رستوران میگوید که هدف از ایجاد این رستوران رفع بخش‌های از چالش‌های زندگی روزمره زنان در جامعه سنتی فرا است. رستوران‌های معمولی در فرا معمولاً محیط مردانه دارند که زنان کمتر می‌توانند به راحتی وارد آن شوند. هدف از ایجاد رستوران زنانه در سطح فرایی بود که ما خواسته بتانه برای یک چند خانم که بیکار است زمینه کار مهیا بکنه و در ضمن از او برای خانم هایی که جای به خاطر تفریح، جای به خاطر رفع خستگی و به خاطر غذا خوردن موجود نبود، یک زمینه را مساعد کرده تا بتانه خانم ها به یک رویه باز بیایه در رستوران غذا فرمایش بده، غذا بخوره و رفع خستگی کنه. مروه یک از 10 زنی است که در این رستوران در بخش‌های مختلف مصروف کار است. وی میگوید چنین فعالیت‌ها برای زنان در تامین مخارج خانواده کمک می‌کنند. به خاطر اینکه زنای خانه هم به اونا یک کار چیزی میشه، دیگه زنان میای اینجا به اصطلاح یک تفریح میشه. به خود ما یک ماشینا چیزی به اصطلاح یک چیزی به خانه لازم میشه، هر چی داشته باشه هر چی بازم لازم داری. اگرچه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شده که فعالیت‌های این رستوران کاهش یابد، اما مدیر آن میگوید پیش از آن کسب کار این رستوران پر رونق بود. مسئولین این رستوران خواستار حمایت مسئولان دولتی از سرمایه گذاری در چنین موارد است. متاسفانه که این شیوع مرض کرونا مانع شد برای فعالیت‌های بخش رستوران، چون به سطح جهان این کرونا مانع فعالیت‌ها شده. دیگه امیدوارم که پس همین حالت اضطرار به حالت نرمال برگرده که بتونه ما هم یعنی خوبتر و بهتر عرضه خدمات برای خانم‌هایی که به طول سالیان نتونسته خودنا دسترسی داشته باشه به بخش‌های مختلف، نتونسته تو آزاد و بدون کدام تشویش دسترسی داشته باشه به امکانات، اونا بیای بخیر یعنی اون فرمایشات از اونا پذیرفته میشه. در شهری که برای زنان کار کردن در بیرون از خانه دشوار است، راه اندازی رستوران ویژه زنان میتواند به تغییر دیدگاه مردم به توانایی‌های زنان کمک کند.